Salam aleyküm əziz və hörmətli dostlar. Umarım keyfiniz sazdır, yaxşısınız. مهندسی جهل با سری برنامه‌های مهندسی جهل در خدمتتون هستیم و بخش ششم رو تقدیم خواهیم کرد. دوستان یواش یواش داره شکل میگیره این مهندسی جهل رو چه شکلی پیش ببریم. یعنی به هر حال یک کاری رو شروع کردم بر اساس اطلاعاتی که این دوستمون جناب آذرباش کتابخاناسی داشت میداد، ولی یواش یواش با توجه به اینکه دوستان اعلام همکاری و هماهنگی کردن، این برنامه داره شکل خاص خودش یواش یواش پیدا میکنه و من به این فکرم که از سری برنامه‌های بعدی، حالا نمیدونم کی بتونم موفق بشم، از بزرگان ادب و شعر ترکی، از خطاطان، خوشنویسان، مصححان، کتابشناسان، علاقمندان به تاریخ، ادبیات، کسایی که میتونن نسخه های خطی رو به راحتی بخونن، دعوت بکنم بیان و در اینجا با هم صحبت بکنیم و نباشه که فقط من مونولوگ بکنم، یعنی به تنهایی اینجا بشینم صحبت بکنم یا مثلا یه عکس یا ویدئویی از یه کتابی که دوستان دارن میفرستن تقدیم حضورتون بکنم، بلکه فکر میکنم بهترم خواهد بود که از دوستان دیگه هم کمک بگیرم و این رو به شکل یک برنامه حرفه‌ای تر پیش ببریم. امروز جناب آذرباش با من تماس گرفتن. حالا اجازه بدید من تلگرام رو باز بکنم، اینجا هست و مطالب بسیار مهمی رو به من گفتن. اول اینکه اینجا اگه میبینید دوستان، اونایی که دارن از طریق یوتیوب تماشا میکنن، اینها میتونن برنامه رو، صفحه مانیتور من رو ببینن و میخوام، من اشتباه کردم اینجا. اوکی، میتونن این رو ببینن و میتونن ببینن که چه چیزهایی رو من میخونم یا چه چیزهایی رو نشون میدم. اما دوستانی که از طریق اینستاگرام دارن نگاه میکنن فقط میتونن صدا رو بشنون و تصویر من رو ببینن، چیزها، مدارکی رو که من دارم نشون میدم رو نمیتونن ببینن. حالا جناب آذرباش اومدن و یک متنی رو برای من فرستادن، متن‌های بسیار زیادی، از دیروز تا الان 20 تا متن کوتاه و بلند و اینها برای من فرستادن که من امروز تلاش میکنم بخشی از اونها رو برای شما بگم. Salamlar, benim güzel ve bilgin yoldaşım, dildaşım. با سلام شروع میکنه و bugün istəyirəm sizi bir 1000 illik əlyazma ki bu kanalda qoyulub tanıştırım. امروز میخوام شما رو با یک کتاب 1000 ساله ای که دستنویس هم هست رو و در این کانال هم، کانال آذرباش کتابخاناسی آپلود شده، به اونجا اومده، در اونجا گذاشته شده، هم شما رو آشنا بکنم. استاد، من bu kitabı azaca oxuyandan sonra düşündüm ki düşmənlərimiz niyə bizə günbəgün inadlı və acıqlılaşırlar. استاد، من البته ایشون لطف دارن، چنین لقبی رو شایستهش نیستم، استاد ایشون و همکارانشون هستن. من این کتاب رو که داشتم اندکی خوندم، تازه متوجه شدم که چرا دشمنان ما، یعنی دشمنان ترک ها، هر روز بیشتر از روز قبل به عناد و دشمنی با ما دست پنجه نرم میکنن یا vard میشن. Bu kitabın değerinin %1'i bir kitap düşmanında olsaydı deyərlərdilər yeri göyü bizim babalarımız yaradıb. میگه اگر یک صدم این کتاب
دست دشمنان ترک ها بود، ادعا میکردن که پدران اونها، اون دشمن ها، زمین آسمون رو خلق کردن. یعنی یک کتاب اینقدر خلاد. اسم این کتاب چیه؟ Adı Divan Lugat Türk 446 قمریده yazılıb. یعنی اسم این کتاب هست دیوان لغات ترک از ترک. در سال 443 hakkında açıklamalar göndərیم ki səhvən okey اون مهم نیست. حالا اینجا دوستان ببینید اومده عکس اول تو صفحه اول کتاب دیوان اللغات رو برای ما فرستاده، برای من فرستاده. من الان دارم اینجا نشونش میدم دوستان، این رو ببینید شما. اجازه بدید باز هم اینو من یک کاری بکنم که این چیز دیده نشه، این خط این پایین دیده نشه، ولی خب نمیدونم چه شکلی. حالا ببینید اولا نقشه‌ای که طراحی شده 1000 سال پیش توسط یک ترک که این کتاب رو هم به زبان عربی نوشته. ببینید کتاب به زبان عربیه، اما در مورد آموزش ترکی، زبان ترکی، ادبیات ترکی، تاریخ ترکی، ضرب المثل‌های ترکی، اسطوره‌های ترکی و به عرب زبان هاست، عرب هایی که در اون مقطع تاریخی 1000 سال قبل خلیفه بودن و سیاست و حقوق دست اونا بود، ادارش. حالا مهمترین چیزی که اینجا این نقشه الان دوستان میتونن ببینن اینه که کره زمین رو به شکل یک دایره کشیده. الان چیزی که ما الان فکر میکنیم کره زمین شکل دایره وار هستش، مثل توپ هست، یه مقدار متفاوت، حالا یه مقدار کشیده مثل لوزی هست. اگر نگاه بکنید این یه طرفش المغرب الشمس، یک طرفش المشرق الشمس احتمالا نوشته شده باشه. الشمس شرقی احتمالا اینجوری نوشته شده باشه و اینجا هم المغرب. من دارم اینو میبینم ولی پایینش رو نمیتونم بخونم چون که کامپیوتر من اینو نشون نمیده صفحه رو به تو کامل. و اون وقت اومده ملت ها رو در داخل این با رنگ های سیاه و قرمز جغرافیا رو نقاشی کرده. به نقشه مثل امروز نیست، اومده از نظر ذهنی نشسته گفته که آقا نسبت به من که در کجا قرار دارم، یعنی اون نویسنده گفته من در کجا هستم، نسبت به من چین و ماچین کجا هست، یعجوج و معجوج کجا هست، این طرف یعجوج و معجوج، اینجا مثلا جایرگاه هستش و این قبایل و ملت هایی که در اون زمان میزیستن رو تونسته در این نقشه بیاره. بعضی از نقشه چیزها پایینن، بعضی راسته، بعضی چیز هستش اینا و اینها رو اینجا آورده. جالبه که 1000 سال پیش کره زمین رو دایره‌وار نشون داده. این خیلی برای من جالب بود. حالا اجازه بدید میگه که سال تألیف کتاب رو بین 466 و 470 قمری حدس میزنن که تقریبا کاشغری در آن زمان حدود 88 سال داشته است. کاشغری نویسنده این کتاب هست. میگه در اون زمان 88 ساله بود. به گفته خود کاشغری این کتاب 4 بار بازخوانی، تصحیح و بازنگری شده است. این برای اینکه اون زمان حتی این کتاب رو داشتن می نوشتن 4 بار این رو تصحیح کردن، یعنی 4 بار این دوباره نوشته شده، چون در اون مقطع تاریخی دستنویس بود همه چیز. تا کتاب بی‌نقصی نوشته شود. وی سپس از بغداد به زادبوم خود برگشته و در شهر کاشغر ساکن شده است و در سال 1105 میلادی در سن 97 سالگی درگذشته است. خب در سال 1105 این کتاب این نویسنده به رحمت خدا پیوسته.
کاشغر و مزار کاشغری. مزار محمود کاشغری در شهر اوپال در نزدیکی کاشغر قرار گرفته. کاشغر مرکز ایالت ترکستان در چین است. این اشغال شده. این اویغورستان حدود 40-45 سال پیش بعد از جنگ جهانی دوم، البته یه چند سال بعد از جنگ جهانی دوم، توسط چینی ها اشغال شد و به همونطور که بعدها دیدید که بعضی از کشورهای دیگه هم اشغال شد و به چین پیوست مجبورن. الان هم که فکر کنم سر این یک کشور جزیره‌ای هستش بسیار هم ثروتمند، اونجا الان میخوان اونجا رو هم تصاحب بکنه چین و یکی از غربی ترین شهرهای چین است. این شهر غربش میشه به طرف هر چقدر از مرکز چین به طرف ترکستان و به جایی که الان ما آذربایجانی ها زندگی میکنیم میاید، غرب چینه دیگه. این شهر مروارید جاده ابریشم نام داشته و یکی از قدیمترین این هم حالا ولش کنید این قسمت رو. یک صفحه اول دیوان رو هم آورده. فکر کنم اینجا لمحمد ابن احمد خطیب، حالا اینجا کاملا خونده نمیشه، کتاب و دیوان و لغات ترک تالیف محمود بن الحسین ابن محمد الکاشغری رحمه الله. و اون وقت کتاب به عربی شروع میشه. من ببینم اگه بتونم این رو بخونم. ایداد لا ينبغي أن تعرج على من يقول أن هذا الكتاب بلغة التركماني أن هذا القائل غير عادي بلغة الترك ولا بلغة التركمان أيضا والذي يدلك على جهله التركمانية و الی آخر دیگه. اینجا شروع میشه این کتاب به جای اینکه به لغت ترکمانی هست یا به لغت ترک در مورد اون داره صحبت میکنه و میگه که جهل هست به اینکه این ترکمانی و ترک و چی هستش و اینها رو توضیح میده. اول کتاب اینجوری شروع میشه. حالا این کتاب رو دوستان ببینید، اینجا یه ویدیوی زنده هم فرستاده دوستمون. نگاه بکنید اینجا یه کتابخونی بسیار شیرینه. فکر نمی کنم همین صفحه اول این کتاب رو نشون میده. این کتاب رو میخوان حالا چون خیلی قدیمی هست، 1000 سال عمر این کتاب هست، این کتاب رو میخوان توی مخزن و در شرایط خاصی نگهداری بکنن. این افراد با دستکش‌های پلاستیکی رو با حرمت بسیار، با احترام بسیار رو برمی‌دارن لای یک کاغذ های سفید از این چرم هست صفحاتش دوستان. حالا نگاه بکنید این کتاب اگر برگردم دوباره حالا بسیار کمون بشه، من دوباره برگردم و بگم این کتاب چند صفحه و روی پوست نوشته شده. اینم صفحه اولش رو دیدیم. اینم از اون ویدیویی که فرستاده بودن. حالا کتاب دیوان لغات ترک که در قرن 5 میلادی نوشته شده را شاید بتوان اولین دایره المعارف ترکان پس از قبول اسلامیت و ورود آنان به جهان اسلام دانست. من اینجا دارم یک اشتباه رو میبینم دوستان. در مطلب قبلی که فرستاده بودن گفتن که این کتاب در حدود سال نویسنده کتاب در حدود سال 1105 میلادی در سن 98 7 سالگی دار دنیا رو ودا کرده و رفته از این دنیا. اما در اینجا یهو میبینیم یه اشتباهی. این کسی که این رو نوشته فکر کنم جناب، من الان مقاله دکتر توحید ملکی زاده رو دارم میخونم که در 22 اردیبهشت 1403 نوشته. در اینجا میگه که دیوان لغات ترک در قرن 5 میلادی، یعنی 1500 سال پیش
نوشته شده. الان 2025 پنجم میلادی میشه 1500 و مثلا فرض بکنید که حالا 25 سال. این درست نیست. برای چی درست نیست؟ برای اینکه این دوتا تاریخ با هم نمیخونه. من به نظرم اون که و حالا اینجا اگر دقت بکنید، من حالا بعضا کتاب رو دانلود میکنم در خدمتتون نشون میدم. این کتاب به شکل عربی خوب هست. یعنی من حالا اینو دوباره یک بار دیگه بزرگش بکنم دوستان. ببینید در اینجا شما مثلا من الان اینجا دارم نشون میدم ایزن این زاد در اوایل زبان عربی وقتی داره یواش یواش به مکتوب میشه نقطه نیست. بین زال و تا و رزه و دالزه سین و شین بین خ و جیم هیچ فرقی نیست، برای اینکه نقطه نداره. اما وقتی این کتاب رو نگاه میکنیم، این کتاب اولا نوشتار این کتاب خیلی نازکه، یعنی با قلم کوچک ریز نوشته شده، با احتمالاً با چیزی شبیه مداد یا مثلا یه چیزی که نوک تیز داشته نوشته شده، لذا کوچیک نوشته شده. خب اول این. دوم که نقطه ها و دندانه ها رو میشه دید. مثلا در اوایل 300 سال اول اسلام یا حدود 400 سال اول اسلام حروف دندانه نداره، ولی یواش یواش ما میبینیم که دندانه داره، نقطه داره. مثلا اینجا ازا انتقلت، ازا با و دال ز نوشته شده، انتقلت هم نون نقطه داره، هم قاف نقطه داره، هم ت نقطه داره و هم قاف و نون هر کدوم دو تا نقطه دارن. این به نظر من میاد که دوست عزیزمون این نویسنده محترم این مقاله در اینجا فکر کنم قرن 5 میلادی رو اشتباه نوشته. حالا شاید بتوان اولین، برای این چی میگه شاید بتوان اولین دایره المعارف ترکان پس از قبول اسلامیت و ورود آنان به جهان اسلام دانست؟ حالا چرا اینو میگه؟ برای اینکه ما هنوز بسیاری از کتاب‌هایی که ترکی باشه، چه در غرب، چه در شرق و چه در جهان اسلام، هنوز خیلیاشو نشناختیم. هنوز خیلیاش در خونه ها هست، هنوز خیلیاش پنهانه. دشمنان ترک ها اینها رو احتمالاً بعضیاشو جمع‌آوری کردن، یه جاهایی پنهان نگه داشتن. مثلا میگن که کتابخونه هایی مثلا در واتیکان هستش یا در کشور چین هست یا در جاهای دیگه هستش که مثلا اخیراً اگر یادتون باشه 1-2 سال پیش یه ویدیو منتشر شد در تبت بود، کجا بود، یه کتابخونه با چندین هزار جلد کتاب چرمی در یک کوه پشت یک معبد این رو پیدا کردن و کتاب ها سالم هم بود و این رو به خاطر اینکه دولت چین نمیدونم یا هر دولتی که اونجا بوده این کتاب‌های مذهبی یا قدیمی رو از بین نبره، این رو از کلیسا، از اون معبد جدا کرده بودن و دیوار کشیده بودن و اون کتابخونه داخل یک کوه بوده در اصل. این اخیراً پیدا شده، ما هنوز نمیدونیم داخل این چه کتاب‌هایی هست. ممکنه یه چنین چیزهایی در اثر اینکه قبلنا مثلا ما ترک‌ها آدم‌های ساده‌ای بودیم. مثلا وقتی روس‌ها حمله کردن در جنگ با عباس میرزا و آذربایجان به ممالک محروسه حمله کردن، اومدن اردبیل و کتابخانه اردبیل رو که در مقبره شیخ صفی بوده که اون بوده، اینجا رو فهرست بندی کردن و بار زدن و بردن. ما اونها هست اما نمیتونیم بگیریم، چون لیست کتاب ها هستش که چه کتابایی رو از اونجا بردن. بخش دیگری از کتاب ها رو هم به تهران منتقل کردن، به شیراز و اصفهان و اینها منتقل کردن همون زمان. یعنی ما نیومدیم بگیم آقا خب حالا درسته ما قدرت داشتیم، امپراتوری بودیم، حالا یه روزی شکست خوردیم، این کتابا رو چجوری باید نگه داریم دست دشمن نیفته؟ خب یه مخزنی بسازیم این در دل کوه، یه کتاب ها رو ازش کپی بگیریم بذاریم اونجا. الان در دنیا الان
میگن آقا ممکنه یه روزی یه جنگ اتمی راه بیفته و این دنیا خاکستر بشه، انسان ها و گیاهان و درختان و اینها خاکستر بشه. الان من چیزی که میدونم تمامی کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه دارن ژنتیک هر چی که روی زمین میروید و زندگی میکند رو جمع آوری میکنن در یک مخازنی در زیر زمین، مثلا 100 متری، 200 متری، 300 متری، 500 متری زیر زمین، که از تشعشعات اتمی هم مصون بمونن نگه میدارن که اگر یه چند تا انسانی زنده موندند بعدها بتونن برن اونها رو پیدا بکنن و این نژادهای اصیل بدون اتمیزه شده، تماس با اتم و تشعشعات اتمی رو دوباره زنده بکنن. برای اینکه حالا اگر یه بمب اتمی بندازن، مثلا یه دونه نه، مثلا حالا یه جنگ جهانی اتمی بشه و 10 بمب اتمی بریزن سر مردم و این انسان ها بمیرن، یه تعدادی در اینجا و اونجا به هر دلیلی نیمه ناقص بمونن ولی تشعشعات اتمی به جانشون خورده باشه، ژنتیکشون تغییر خواهد کرد. همونطور که گیاهان و درختان و حیوانات هم همینطور، همشون از نظر ژنتیکی تغییر خواهند کرد. در نتیجه برای اینکه بتونن یک خرد و خوراک و درخت و نمیدونم انسان غیر ژنتیک تحت تاثیر تشعشعات اتمی هم بتونن داشته باشن، الان اینها رو دارن انبار میکنن. ولی ما طور که این کار رو یا نکردیم یا اگر کردیم به دستمون نیومده. ممکنه که مثلا در آذربایجان و در عثمانی 10 کتابخانه پنهان وجود داشته باشه، ما الان نمیدونیم. در نتیجه این شاید به خاطر اینه نمیدونیم که کتاب‌های ما قبل از مثلا دیوان لغات ترک محمود خاشقری خدا بیامرز که یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخی جهان ترکه، نمیدونیم که قبل از ایشون چند نفر در مورد زبان ترکی به زبان‌های چینی، هندی، نمیدونم عربی و زبانهای دیگری که در اون مقطع ممکن بوده وجود داشته. مثلا چطور مثلا میشه باور کرد که ارسطو و افلاطون کتاب نوشتن در اون مقطع؟ حالا باور نکنیم که مثلا ترک‌ها کتاب نوشته باشن، نه یا ننوشته باشن. چرا نباید باور بکنیم که کتاب نوشته باشن؟ به هر حال، حالا در ذیل توضیحات اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی تاریخی در این کتاب، یعنی در این کتاب که عرض کردم در رابطه با تاریخ، اساطیر، جغرافیا، زبانشناسی، لهجه‌های مختلف ترکیه آن زمان، طوایف یعنی جامعه شناسی و اقوام مختلف ترک، آداب و رسوم، هم تاریخ شناسی میشه هم آداب و رسوم، حالا این هست، ترکان مسلمان و غیر مسلمان. حالا ترک هم همین امروز هم ترک هایی داریم که یهودی هستن، ترک هایی داریم که ارمنی هستن، ترک هایی داریم که مسلمان هستن، ترک هایی داریم که ادیان دیگری رو دارن و ترک هایی داریم که دین ندارن. این هیچ ایرادی نداره. برای اینکه من بارها اینو گفتم دوستان، ببینید دین مثل این لباسه، من هر روز اینو عوض میکنم، مثل کراوات هر روز عوض میکنم، ولی زبان رو، مثل تمدن رو، فکر رو به این راحتی نمیشه عوض کرد. حالا در مورد این میگه که حالا میاد میگه که یه نفر اینو به فارسی ترجمه کرده در سال 1385. ببخشید بذارم یه ذره عقب‌تر برم، اینجا یه جایی یه مطلب دیگری نوشته بود که میگه که خب اینجا میاد میگه که حالا بررسی میکنه که نویسنده کاشغری، محمود خاشقری و این مترجم چند نفر میتونن باشن. این مترجمی داشته حالا به زبان فارسی اینو ترجمه کرده، مثل این که حالا میگه که از زمان کشف آن توسط علی امیر افندی امیری افندی، کتابشناس شهیر عثمانی و چاپ نخست آن به همت معلم رفعت 10 بار و به زبانهای گوناگون ترجمه و منتشر شده است.
میتوان آن را مهمترین کتاب ترک شناسی 1000 سال پیش قلمداد نمود. جالب این که تنها نسخه چشم شده این کتاب به وسیله یک ایرانی ساوعی الاصل، نمیدونم چرا اینجا ایرانی ساوعی الاصل، آقا ساوع ترکه، ایرانی هم نیست، ترک، تموم شد. کتابه شده و دست ما رسیده است. میگه یه نسخه ازش پیدا شده عربیش که اون رو هم یه فردی از ساوه. حالا این ساوه جالبه که در متن خود این مقاله که دوستان اگه تو یوتیوب ببینن میبینید، دقت بکنید، در اونجا یواش یواش میگه که آقا ساوه در سوریه هم یه جایی هست به نام ساوه. و البته من وقتی عینک رو برمیدارم دیگه صفحه رو خیلی خوب نمیبینم، وقتی هم اینو عینک رو میزنم دیگه احتمالاً رابطه چشمی من با شما دچار مشکل میشه، باید ببخشید. حالا به هر حال یه چنین چیزی رو داره میگه که ظاهراً در باب مستنسخ این کتاب تحقیق صورت نگرفته و اطلاعات بسیار کمی درباره او وجود دارد. حالا از اینها بگذریم، بریم کتاب رو اینجا دانلود بود. کتاب رو ببینید. حالا کتاب جالبه، دوستمون گفتن که چند نفر این مقالاتی که فرستادن چند نفر این رو نسخه برداری کردن یا نوشتن یا چاپ کردن از نو. یکی از اینها دیوان لغات ترک ایراب. حالا دیوان لغات ترک محمود بن حسین بن محمد الکاشغری 466 قمری در 636 صفحه. حالا این کتاب رو دیدید دوستان، اینو میخواستم بگم. این ویدیو رو اگه دیدیم نگاه کنید یه بار دیگه من این نشون میدم. این کتاب در این سال نوشته شده، تقریبا همسن شاهنامه هست و من نشون دادم، الان بخش دیگرش هم نشون میدم. شما میبینید که چند 600 خورده چقدر حجم داره. حالا اگر این رو مثل شاهنامه به حجمش به 10 برابر این میشه. حالا از این رو بگذاریم، اینها رو امروز نشونتون میدم. اوکی. حالا یکی این هست دیوان لغات ترک که 606 صفحه نوشته شده. یکی دیگه دیوان لغات ترک ترجمه صدیق، محمد حسین صدیق، ترک در آذربایجان، ایشون ترجمه کرده این کتاب رو. من این ترجمه رو با اجازهتون دانلود میکنم الان، اینو ببینیم با هم. عربیش هم البته میتونم اینجا دانلود بکنم که لااقل قیافش رو ببینیم. من البته قبلا اینو ترجمه کرده بودم. Bu kitap min il bundan qabaq türklərə görə neçə حدیث قدسی yazıb. در این کتاب، یعنی در کتاب محمود کاشغری که در دیوان لغات ترک دیده میشه، چند تا حدیث قدسی، یعنی حدیث مورد وثوق و مورد اعتماد که دروغ نباشه و اینا در اینجا جمع کرده. یکی از اون حدیثا اینجا 3 تا حدیث، 2 تا حدیث رو نوشته دیگه، بقیه رو ننوشته. این دوستمون که برای من فرستاده گفته ترک تانرı گشunudur. ترک لشکر خداست. این یه حدیثه. تانرı Türk yaradıp dünyaya نظم versin. خداوند الله، تانرı الله، خداوند نه، الله ترک رو آفرید تا به جهان نظم ببخشه. نگاه کنید، حالا این جهان علیه این ترکه و این رو من در برنامه قبلی هم گفتم، در دیروز هم در یه برنامه که برای کانال الاهواز در عراق پخش میشه، از عراق پخش میشه، هم در اونجا هم در مصاحبه گفتم که فرق هست بین جهانگشایی ترک ها و غربی ها. غربی ها هر جا رفتن این کاری که الان در ایران داره انجام میگیره علیه ترک ها و عرب ها و بلوچ ها و لور ها و قشقایی ها و گیلک ها و مازنی و لور و تالش و اینها. و به گفته یکی از نمایندگان مجلس در چند روز گذشته چه در مجلس یه بحثی بود 2 ساعت درس بخونن، اونم اختیاری در مدرسه یا در دانشگاه، اونجا داره میگه که 40 زبان در ایران از بین رفته در این 50 70 سال 80 سال اخیر.
اینقدر این زبان فارسی داره چیز میکنه. در دنیا هم استعمار، ایران این رو، فارسا این رو از استعمار غرب گرفتن. تجربه خودشون هم، چون خودشون هم دست نشانده انگلیس هستن، اینها از تجربه انگلیس و پرتغال و اسپانیا و آلمان و فرانسه و ایتالیا و اینا استفاده کردن. این کشورهای مسیحی اروپایی هر کجای دنیا رفتن زبانش رو تغییر دادن. اول با نظامی رفتن که نه اینکه برن بگن سلام علیکم آقا اجازه بدید ما اینجا زندگی بکنیم یا اینجا با شما همکاری بکنیم، آشتی بکنیم. نه، اردو کشیده، لشکر کشیده، رفته اشغال کرده، هزاران نفر رو، بلکه ده ها هزار، صدها هزار انسان رو کشته، خاک اونها رو اشغال کرده، اونها رو، قوانین خودش رو در اونجا حاکم کرده، قوانین نظامی. بعد اونجا شروع کرده به اعدام مخالفان، هر کسی با اونها، با زبانشون، با قوانینشون، با ظلمشون، با غارتشون، با کشتارشون مخالفت کرده، اونها رو اعدام کردن. در دادگاه‌های صحرایی اگر محاکمه می‌کردن که محاکمه می‌کردن، نه اینکه همونجا بدون محاکمه اینها رو می‌کشتن. و این ملت‌ها رو تسلیم کردن. جالبه که بدونی یکی از این قوانین که بسیار شدید بوده در اسپانیا اعمال شده و این در سال 1988 این قانون لغو شده. و اون چی بود؟ اسپانیایی ها رفتن و اندلس رو که مسلمون شده بودن یا مسلمون بودن اونجا زندگی میکردن و فیلسوفان بسیار بزرگی رو به جهان بشریت و اسلام هدیه داده بودن. اینقدر از نظر علمی و مغزی و عقلی رشد اندلس بالا بود. وقتی این اسپانیایی های مسیحی رفتن اونجا رو اشغال کردن، اول قتل عام کردن. بعد از قتل عام اومدن تو مردم رو تو میدونها یا کلیساها یا مساجد جمع کردن، گفتن آقا یا از اینجا داوطلبانه میرید، کوچ میکنید، یا میکشیم، یا اینکه باید زبانتون و دینتون رو تغییر بدید. ببینید شرطش رو این گذاشتن. و اینها چیکار کردن؟ بعد گفتن که قانون تصویب شد. یعنی حکم اون آدمی که اونجا رو اشغال کرد قانون بود، تموم شد. مجلس نبود که برن مجلس تصویب بکنن، نه، اون آدمی که اونجا رو اشغال کرده بود، اون نظامی، اون فرمانده، هر کسی بود، اون گفت آقا هر کسی زبانشو تغییر نده، دینشو تغییر نده، یا از اینجا مهاجرت نکنه، کشته میشه. حالا یک دستور دیگه ای داد، گفتش که برای اینکه ما مطمئن بشیم دادگاه انگیزسیون که در اروپا میگن در قرون وسطا وجود داشته، از اینجا شروع شد. اینی که دارن میگن که آقا نمیدونم جادوگرها رو، زنهای جادوگر رو، اینها رو آتیش میزنن، اینا همش دروغ و داستانه. ممکن چند زن هم آتش زده باشن، اما اون مسئله اصلش این بود که این دادگاه انگیزسیون برای مقابله با مسلمانها و ترکها بود، عربها و ترکها. ولی برای اینکه الان دیگه آقا عربها و ترکها ناراحت نشن، اومدن گفتن آقا این برای قرون وسطا بود، برای مسیحیایی بود که مثلا یه حرف جدیدی میزدن، کلیسا میومد اینها رو میکشت. نه، اینجوری نبود. حالا ببینید چه شکلی شروع شد. اینا اومدن بعد از اشغال و بعد از کشتار و بعد از اعدام و اینها، بعد از اینکه این امر رو هم صادر کردن و نوشتن و جاهای مختلف هم اینو زدن، گفتن تمامی این چیزها رو، خونه ها، تمامی درها، حتی وقتی زن و شوهر خونه دارن رابطه برقرار میکنن، زن شوهری، باید در اتاقشون، در حیاط و در اتاق باز باشه. در تمامی اتاقا باید باز باشه تا این ماموران تفتیش عقاید، ببین تفتیش عقایده ها، نه تفتیش حرف و فلان، اینا وقتی نصف شب دلش میخواد داره تو خیابون قدم میزنه، ها بر وارد این خونه بشه، ببینه اینا دارن عبادت میکنن، ترکی حرف میزنن، عربی حرف میزنن، دارن عبادت میکنن یا دارن مسیحیت رو چیز میکنن. این قانون از اون روز تا 40 سال پیش، حدود 40 سال پیش این قانون سر جاش بود. 40 سال پیش این قانون لغو شد. حدود 40 سال پیش، کمتر از 40 سال پیش این قانون رو لغو کردن. یعنی مردم اندلس حدود 700 سال، نمیدونم حالا چقدر کم و زیادش رو کاری نداریم، بشه 500 سال، بشه 300 سال، تحت این قانون مجبور بودن که زبانشون، دینشون این رو عوض بشه. و از اون روز تا امروز اندلس اون برای اینکه اون مغزی که داشت رشد میکرد، جامعه به جامعه، نسل تغییر میداد، فیلسوف پرورش میداد، اون فرهنگ، اون زبان، اون
نوع درک انسانی اون رو باهاش مخالفت کردن دیگه. اون مقطوع شد. اندلس دیگه به بشریت بعد از اون چیزی رو نداد، برای اینکه اینا اومدن کشتار کردن و کشتار بدتر از کشتار انسانها، جان انسانها، کشتار روش فکری اونهاست، روش اندیشیدن اونهاست، کشتار زبان. برای اینکه ما با زبان فکر میکنیم، ما بدون زبان فکر نمیکنیم و هر زبانی سیستم فکری خودشو داره. بعضی از زبانها سیستم فکریش جوریه که شما باهاش میتونید رشد پیدا بکنید. بعضی از زبانها سیستمش جوریه که شما اگه یادش بگیرید ذهنتون جامد میشه، چون زبان زایش نداره. زبانی که زاینده نیست نمیذاره شما ذهنتون زاینده باشه. فرقش در اینه. مثلا زبان انگلیسی زبان زاینده ای نیست، اما زبانیه که میتونه قرض بگیره و چون از هر زبانی در دنیا داره قرض میگیره داره رشد میکنه. ولی زبان عربی تولید میکنه، زبان ترکی تولید میکنه و میتونه رشد اما زبان فارسی به عنوان مثال رشد نمیکنه و قرضم نمیتونه بگیره، یا میگیره البته ولی خب مقاومت میکنن در مقابلش. حالا کتاب رو با اجازهتون من الان باز بکنم. دوستان این کتاب متن عربیشه، باز بکنیم اینو. اینترنت من متاسفانه خیلی ضعیفه، نمیدونم چرا، با اینکه این کتاب همون کتابی که ما اونجا دیدیم، ویدیوشو دیدیم. البته اینجا نگاه بکنید روی این کتاب، اگه اینو من چون دارم اینجا میبینم، اگه من این رو اینجا ترکیه یازما، حالا من اگه بتونم اینو یه ذره بالا ببرم، ترکیه یازما بسریلر، اگه این اثرلر، این ا باید باشه چون کل معلق هست نمیتونم اینو بخونم. اثرلر کرومو، ترکیه یازما اثرلر کرومو. این روی جلد، روی پوست با پرس اینو برجسته کردن. حالا اینجا هم آرم جهان ترک باشه، یه چیزی شبیه اون، نمیدونم. حالا بریم صفحه بعد. این شماره کتاب 4189 هستش. به این کلفتی صفحه هاشه ها نگاه بکنید. این صفحه ها رو که دارید میبینید، این کتاب رو از زیر، از قسمتی که صفحه ها ببینه اونجا عکسش گرفته و شمارهش رو نوشته. دوباره فکر میکنم که این دوباره یک صفحه دیگه، احتمالاً پشت جلد هست این کتاب یا همین، نمیدونم. اینو دوباره این داخل صفحه هست و نقاشی، بازم عرض کردم اون نقاشی عثمانی که در دوره عثمانیه بوده اون هست. ظاهرا این مهر هم روی تمامی صفحه ها هست. فکر میکنم که روی پی دی افش اینو زدندن روی کتاب، این برجستگی که عرض کردم، و اینجا خیلی خوب دیده میشه. اینجا این مهر خیلی خوب دیده میشه که چی هست. من فکر کنم این در دوره به اثر روی مساجد دوره سلجوقیان برمیگرده این اثر، این مهر. حالا به هر حال مهریه. این فکر کنم که روی تمامی صفحه ها زدن، رو پی دی اف زدن، برای اینکه کسی اینو مثلا اگه خواست چاپ بکنه نیاد بگه این مال منه. این از کتابخونه ترکیه یازما اثرلر کرومو هستش. حالا اینجا اولین صفحه میرسیم، به اولین صفحه که اونجا هم دیدیم و عربی هست. این رو بعضی جاها دیده میشه از بین رفته، البته در بعضی از جاها هم متاسفانه میان و این کتاب ها رو از بین میبرن. حالا دوباره ببینید در لا ینبغی ان، حالا هرچی هست اینجا
در اینجا دوباره تکرار شده و همون صفحه تکرار شده. حالا اینجا کلمات صفحه اول بسم الله الرحمن الرحیم و به العون الحمد لله الذی الفضل الجزیل و الصنع الجمیل الذی ارسل جبرائیل علی تبیان و تفصیل الی محمد تنزیل الی محمد التنزیل مبینا فیه التحریم و التحلیل حتى نهج السبیل و نسب المنار و الدلیل فی زمان اصحه علیک و افصحه کلیل صلی الله علیه و آله الغر البماللیل وسلم تسلیما و اما بعد فقال العبد محمد بن الحسین بن محمد لما رأيت ان الله تعالى قد اطلع الشمس دول فی البروج الاتراک. حالا اینجا میگه که من از اون زمانی که اسم خودش رو معرفی میکنه، میگه که من اون زمانی که دیدم خداوند تعالی خورشید رو از دولت از ماه، بروج میشه برج ها، برج هم به معنی ماه هست هم به معنی قلعه های اتراک. میگه که دیدم که دولت یعنی این بزرگی، اینجا دولت به معنی هم دولت هست هم به معنی عظمت، شوکت در قلعه های اتراک، ترک ها، اتراک جمع ترکه. و ادار به ملکهم دائرات الافلاک فسماهم الترک. و میگه که حالا دیدم که برای اونها ملک داد و دایرات و افلاک داد و یعنی اینها، حالا داره اینها رو، ترک ها رو در موردش خیلی خوب صحبت میکنه. فسماهم الترک و به این اتراک ترک ها اسم گذاشت ترک، یعنی خداوند اسم اینها رو ترک گذاشت. و ولاهم الملک و برای اونها رو والی، ولاهم یعنی اونها رو والی خیلی بزرگی کرد برای این سرزمین ها. و جعلهم الملوک و ترک ها را ملوک حالا اینجا میگن مملوک. دوستان احمق هایی که اینها رو باور میکنن، ملوک یعنی صاحب ملک و همچنین پادشاه، صاحب امر و فرمان. و جعلهم الملوک. حالا مملوک چی میشه؟ مملوک هم این همینه، کسایی که صاحب یک ملکن، یه جایی یعنی حکمن، امرن، صاحب امر. و جعلهم الملوک العصر، عصر زمانه، در زبان ترکی چاغ. او چاغن امیرleri، فرماندهیleri، پادشاهان و امیران اون عصر قرار داده، اون قرن. حالا قرن نیست، قرن خیلی کوچکتر از عصر. عصر شامل مثلا عصر عبارت میشه مثلا دوره جهالت رو عربی رو میگن عصر جاهلیت، یا دوره قرون وسطا یا تاریکی ها رو میگن عصر جاهلیت یا عصر تاریکی غربی مسیحی. عصر از قرن بزرگتره و میتونه کوچکتر هم باشه. مثلا عصر زندگی من، عصر حیات من، یعنی در دوری که من زنده بودم. حالا چقدر میتونه باشه این، یا هر انسانی میشه این رو اینجوری هم گفت. و وضع فی هم از عظمت الاهر الدهر. و میگه که خداوند، حالا من اگه اینجا همینجوری دیگه دقیق ترجمه نمی کنم، دلمانجش نیستم. و وضع فی هم از عظمت اهل الدهر، اون روزگار، بگیم که زندگی جان و زندگی اون روزگار رو، مردم اون روزگار رو در دستان ترک ها گذاشت. فقیزهم علی الخلق و ابدهم
علی الحق، میگه و اونها رو قیزهم، یعنی اونها رو قیز کرد، علی الخلق، به انسان ها. خلق میشه زنده، اون چیزی که یکی آفریده اون میشه خلق. حالا بعدن تو ادبیات ایران و چیز اینها اومدن خلق رو به معنی کمونیستی گرفتن. نه، اون به اون معنی نیست. این خلق اینجا به معنی انسان. و ایدهم علی الحق، و اونها رو مؤید کرد، کمک کرد که حق رو چیز بکنن، اعمال بکنن. حالا اینجا حق چی هست؟ حق اون believe، اون درک، اون اعتقادی که اینها از حق داشتن بود. مثلا میگفتن که آقا ما یه جایی رو، یه سرزمین رو اشغال کردیم، حالا جنگ بوده، کشتیم و کشتند و اینا تموم شده رفته، اما بعدش چی؟ بعدش ما حق نداریم زبان اینها، تاریخ اینها، فرهنگ اینها، شیوه زندگی اینها، مساجد اینها یا کلیساهای اینها یا معابد اینها رو تغییر بدیم یا از بین ببریم. یه چیزی نبوده. میگفتن آقا اینها تحت حاکمیت ما یه مالیات سالانه میدن و زندگی میکنن. تازه در این دوره اگر حالا از اینها بگذاریم، و سلم من معرهی او ما اوباش العباد. حالا دیگه اجازه بدید که اینها رو نخونم، بذارید ببینم که اینجا چی میگه در این صفحه بعد. حالا بذارید این قرمزه خیلی جالب باید باشه، بریم این قرمزه رو بخونیم. اول یه ذره اینو کوچیک بکنیم که ببینیم این حاشیه کتاب رو هم ببینیم. خب این 2 صفحه اینجا رو الان دارید میبینید. من تقریبا این صفحه رو تا اینجا خوندم. البته حرفای جالبی داره میبینم اینجا. من اگه اینجا رو بخونم خیلی جالب میشه. بذارید اینو دوباره بزرگش بکنم بخونم، خیلی هم بزرگ نکنم که خیلی چیز نشه. و ایدهم حق و اعز من اتمنی الیهم و سعا بین یدیهم و نال منهم یا معهم به لغت فی المراد. لغت زبان هستش. و سلم من معره اوباش العباد حق لكل ذی لب التمسک به حالهم توقیعا توقیا ان وقع نبالهم. من یه چند تا اینجا اجازه بدید ببینم که نه بریم جلو. هم سوادم نرسید. ببینید این یه بیماری دیگه. کاش میتونستیم بخونیم. هم خوشنویسی هستم قدیمه، همین که من عربیم ضعیفه دوستان. اینجا هم دوباره این صفحه هم جالبه. ببینید اینجا در کنار اینجا کسی که این کتاب رو خریده، یا کتاب رو قدیم مثل الان نبود چاپی باشه ارزون باشه، کتاب رو میرفتن به یک آدمی میگفتن آقا شما این کتاب رو داری؟ مثلا میگفت آره. میگفتن که یا مثلا نه ندارم ولی میتونم از یکی امانت بگیرم. میرفت این کتاب رو از یه شهر دیگه، از یه مملکت دیگه امانت میگرفت، می آورد از روی اون نسخه برداری میکرد. یعنی حالا یه کتاب رو از یه جایی یا خودش داشته یا از یکی امانت گرفته، مینشست این رو مینوشت، بعضا هم دست میبرد توش، میگفت این کلمه درست نیست اینجا فلان، این دست میبردن و بسیار گرون تمومه. علاوه بر کاغذ و صفحه بندی و شیرازه بندی و جلد بندی و اینها، این آدمی که این کتاب رو مینوشت باید اینو مینوشت خوشخط و تمیز و کلمه به کلمه. ممکن بود ماها طول بکشه یک کتاب 664 صفحه‌ای رو بنویسه و زندگیش از کجا تامین میشد؟ اون آدمی که کتاب میخوند اون باید میلیاردر بود که کتاب میخرید، نه اینکه مثلا یه آدم ثروتمند میتونست کتاب بخره. شما اگر میبینید که مثلا ابو علی سینا دانشمنده، ابو علی سینا در اون زمان خیلی مغز عجیبی نداشته، قاعدتا هزاران نفر میتونستن، ولی جالب بود که پدرش فرماندار بوده، حاکم بوده، ثروت داشته، این پسر میتونسته کتاب بخره بخونه. ولی
من که پدرم کارگر و کشاورز و نمیدونم چیز بود، نمیتونست کتاب بخره من بخونم. در نتیجه کتاب خیلی گران بود. چون اگه این کتاب رو مثلا یک ماهی مینوشت، میگفت آقا مثلا الان به حقوق الان مثلا میگفت آقا 25 میلیون تومان 30 میلیون تومان حقوق من در این ماه، این کتاب رو بنویسم براتون. این باید این 30 میلیون رو میداد، این آدم این کتاب رو مینوشت، حاضر میکرد بهش میداد تا این آدم بره این کتاب رو بخونه. یعنی کتاب خوندن در گذشته خیلی هزینه داشت. آقا سواد شدن برای همینی که باید قدر این کتاب‌های قدیمی رو بدونیم. برای اینکه در اون زمان این کتاب‌ها بسیار گران بود، باسواد شدن بسیار گران بود، کتاب نوشتن بسیار گران بود. ما الان کتابی که مثلا الان چاپ میشه فکر بکنید 100,000 تومان و حقوقمون هستش 10 میلیون تومان، مثلا نمیریم یک 100,000 تومان بدیم یک کتاب بخریم. تیراژ کتاب‌ها در ایران زیر 1000 جلده، زیر 1000 جلده. اکثر کتاب‌ها بین 100 تا 500 جلده. من اخیراً شنیدم که بعضی از کتاب‌ها رو فقط 10 نسخه چاپ میکنن که فقط تو چند تا کتابخونه ثبتش این کتاب نوشته، برای فروش نیست. فقط میگه آقا من یه 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا چاپ بکنم بذارم کتابخونه بگین که فلانی کتاب نوشته. متوجه هستید قضیه چیه؟ حالا شما فکر بکنید که 500 سال پیش، 1000 سال پیش این کتاب رو برید یکی میخوند. حالا وقتی این کتاب رو میخرید، این کتاب رو میخوند، فکری درش بود، یه مثالی میخواست بزنه، اینو توضیح بده که قضیه چیه، چی فهمید اصلا از این کتاب. اینجا در حاشیه که میبینید، در این حاشیه کتاب، در کناره های کتاب با قلم خودش اینو مینوشت که شما الان نمونه این رو هم میبینید. و خرج ترک الغزیه فقال تعلم اللسان الترکی فإن لهم ملکا. او اینجا آقا بریم حدیث رو بخونیم. اینجا یه حدیث داره میخونه، ببینیم که اینجا چی میگه. من اگه بتونم اینو بخونم، یه مقدار هم اینجا مشکل خوندن دارم دوستان، علتش اینه که کتاب هم قدیمیه. و امام آخر من اهل نیشابور کلاهما رویا به اسناد لهما عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا میخواد یه حدیث رو بیان اینجا بنویسه. میگه که این حدیث البته ولقد سمعت عن ثقة من ائمة بخارا، میگه که من ولقد و به حق شنیدم از یک آدم ثقه هم عالم هست، به معنی عالم هم ثقة الاسلام، هم به معنی کسی که میشه بهش اعتماد کرد، هم به معنی فرهنگ که امروزه در فارسی استفاده میشه، هم به معنی اعتماده. میگه به یه آدمی که میشه اعتماد کرد و از بزرگان بخارا بوده. بخارا یک شهر تو ترکستان هست، منظورم تو جهان ترکه. و امام آخر، و از یک امام دیگر، از یک بزرگی که قابل اعتماد شنیدم، و از یک امام آخر من اهل نیشابور، از اهل نیشابور هم یا نیسابور، اینجا نیشابور نیست، این نیشابور اینجا نباید باشه، این نیسابور، کلاهما هر دودای اینها رویا به اسناد لهما، میگه روایتی رو کردن که من به اسناد به اونها عن رسول الله، اونها از رسول الله یه حدیث گفتن که صلی الله علیه و سلم، که سلام و صلوات خدا بر رسول خدا، انه لما ذکر اشراط الساعه و فتزا آخر الزمان فتن آخر زمان، میگه انه به زمانی که حضرت رسول لما ذکر شرائط، فکر کنم شرایط باشه، اشراط، میگه زمانی که خواست شرط های الساعه در قرآن هستش مثل قیامت، اون یک مثل جنگ، مثل یک چیزی که رخ میده خیلی عجیب، اون الساعه اونه، قیامت نیست. مثلا فکر بکنی که الان مثلا در یک جنگ جهانی بخواد بیاد مثلا، یا یک مثلا جنگ اتمی، یا مثلا آمریکا بخواد به ایران حمله، این از ساعته، یعنی اونجا حالا یه اتفاق عجیب داره رخ میده. و
فتن آخر زمان. و پیغمبر وقتی میخواست فتنه های آخر زمان رو، آخر زمان یعنی زمانهای بعدی، نه آخر زمان ببینید که دنیا پایانشه، نه، میگه وقتی حضرت رسول میخواست اینها رو توضیح بده چی گفت؟ و خروج ترک و میخواست و خروج ترک القضیه، و میگه که ترک ها، فکر میکنم اینجا قضیه، نمیدونم معنی دقیقش چیه، فکر میکنم اینجا ترک ها میشه، البته اجازه بدید من میتونم اینو گوگل بکنم، از گوگل علیه السلام بپرسیم که قضیه چی هست. اجازه بدید من اینجا رو، حالا اجازه بدید اینو دستکاری نکنم. اوکی، میریم از اینجا از گوگل علیه السلام میپرسیم که آقا جان منظور از گوگل ترنسلیت، و اینجا من عربی به انگلیسی رو دارم، چی میشه؟ القضیه، القضیه، ترجمه نکرد، جالبه. بذارید ببینیم این قضیه رو با این بنویسیم. نه، ترجمه نکرد. جنگه، به من غازیه القضیه اگر اون باشه به معنی جنگه. میگه که و خروج ترک القضیه، و ترک ها برای جنگ میاد برون. فقال تعلموا لسان ترک، حضرت محمد فرمودن که زبان ترکی را یاد بگیرید. فان لهم ملکا ولا، حالا اینجا شد دیگه نمیخونم بخونم چیه، هم لو میکنم لبالا فالروایت به رفع تافلین صح هذا الحدیث و عهده و عهدت علیهما. حالا میگه که زبان ترکی رو یاد بگیرید برای اونها صاحبان ملک و حاکمیت خواهند بود. لولا، اینجا فکر کنم لولا باید خونده بشه، لولا فالروایتو به رفع تافلین، اینم نمیدونم یعنی چی. صح هذا الحدیث، این حدیث صحیح هستش. و العهدة علیهما، میگه که مسئولیتش به عهده اون دو نفریه که این حدیث رو گفتن. میگه من این حدیث رو از من نیست، من فقط نقل میکنم. فیکون تعلم واجبا، حالا اینجا دوباره کلمه افتاده، احتمالاً تعلم اللغته مثلا یا تعلم الترکی. و فیکون تعلم واجبا، میگه یاد گرفتنه، چون پیغمبر گفته برای مسلمان ها یاد گرفتن زبان ترکی واجبه. و لین لم یصح فالعقل، حالا اجازه اینجا دیگه حضرت محمد رو دارن این چیز میکنه، توضیح میده. اینجا رسیدیم به این قسمت. ببینید حالا من اجازه بدید اینو یه ذره کوچیک بکنم اگه بتونم اینو. حالا در اینجا داره و فی ثمانیت کتاب اول هما منها کتاب حمر قدمنا تیمنا به کتاب الله تعالی. حالا بسانی این کتاب رو میگه که در چند، بذارید ببینم اگه برم فیها فی برکتها طالبها و یرصدها فی مسلکها راغبها و حسرت هذه اللغة به اثرها فی 8 کتب. در 8 جلد میگه این کتاب رو من 8 میشه 9 فکر کنم، میگه در 9 جلد این کتاب رو من چیز کردم، نوشتم. اولها منها کتاب الحمر، اسم کتاب اول حمره. قدمناه و تیمنا به کتاب الله تعالی، میگه تیمم کردم به کتاب خدا، برای همون. و ثانی کتاب السالم، کتاب دوم اسمش از سالم، کتاب و ثالث کتاب المضاعف، کتاب مضاعف هستش، اضافه هست. و رابع کتاب متال یا متال، کتاب هستش چهارم این. پنجم و الخامس کتاب زوات آلاث یا لاثه، کتاب پنجم هستش
وسایل و ابزار حالا چی آلات و اینا. و سادش کتاب ششم هستش ذوات الاربعه، این هم پس احتمالاً بالایی میشه ذوات الثلاثه. حالا اینو متوجه شدم، یواش یواش دارم کتاب رو سعی میکنم بفهمم. پس کتاب پنجم ذوات ذات‌های سگانه، کتاب سادس ششم ذوات اربعه چهارگانه، ذات‌های چهارگانه. و سابع کتاب هفتم کتاب الغنه، در مورد غنه داره حرف میزنه، نمیدونم یعنی چی، احتمالا نون غنه باشه یا نمیدونم، احتمال میدم. و سامن و هشتم کتاب جمع بین ساکنین، و جمع ساکنین هست. و جعلت کل الکتاب من هذا الکتب، نمیتونم بقیهش رو بخونم. و اینجا ارق النهر اگر الاستبل. حالا اگر، این جالبیش به اینه، نگاه کنید در این مقطعی که این کتاب رو می نوشته نه تنها دندانه و نقطه وجود داشته، بل بر اساس این خطوط قرمزی که با مداد قرمز نوشته میشه فهمید که صداهای کوتاه هم وجود داشته، ا ای او هم وجود داشته. ارق ارخ الان به زبان آذربایجانی در تبریز آرخ اردبیل، ارخ گرداغدا، در گرداغ آذربایجان ما میگیم ارخ. در اون زمان این رو ارخ در این لهجه‌ای که ایشون نوشته ارخ نمیگفته، میگفته ارگ، نهر، سوجدن یر. اگر استبل آخر، الان آخر دیرو، آخر به فارسی شده آخر. نگاه بکنید حالا آخر از ترکی رفته به فارسی، مثلا فکر میکنن فارسیه، فارسی نیست. آگر استبل، عربی شست استبل. گار از سلج، گار امروز هم گار میگیم، برف میگیم، سلج برف. گرا، نگاه کنید تقریبا به لهجه امروز آذربایجان نزدیک. گارا در اردبیل گارا میگن، در گردا گره میگن، در تبریز هم گره میگن. حالا گره اسود، راگ حرف و تفضیل. این یه لغتی اینجا افتاده احتمالاً وسط، نمیدونم. راگ حرف و تفضیله، یعنی مثلا میخوایم بگیم که فلانی از فلانی بزرگتره، بگیم که فلان راکدان مثلا، یعنی این به کلمه که چیز بشه، مثلا میگیم چی بذار بدونیم راک. میخوام یه مثال بزنم، من ترکی خیلی ضعیف، ترکی من در نتیجه نمیتونم اینو براتون خوب توضیح، متوجه قضیه هستم خودم شخصا چی هستش. یعنی این به کلمات میچسبه و این رو مثلا تو زبان فارسی تر و ترین و برتر هست. خب این تر میچسبه به کلمه در فارسی، در ترکی هم راک هستش و البته چند کلمه دیگه هم هستش که این میشه این کلمه رو معنیشو زیادتر میکنه، بزرگتر میکنه. حالا مستعمل و اینها رو هم احتمالا معنی همون رگا باشه که به کار برده. آرخ، الان آرق یا آرخ میگیم، من فکر میکنم همین باشه. از زاد آگوز گزی الحمل، آگوز، من فکر میکنم آغوز میشه. اینجا باز چیز شده، من اینجا نشون میدم اونایی که دوستانی که دارن ویدیو رو میبینن، اینجا پاک شده متاسفانه. بعضی جاها آدم متوجه میشه که یه کلمه هایی، مثلا اینجا متوجه میشید که یه چیزایی پاک شده، احتمالا این مداد قرمز به تدریج داره مثلا از بین میره و اینها. اینجا همینطور داره یه چیزی، یا اینکه ننوشته، خط کشیده که اینو بعداً بنویسه، یا نمیدونم چه شکلی اینو مثلا یه خط کشیده بینش رو دیگه ننوشته. این هم یه احتماله، میتونه اینجا بشه. گوزی الحمل، گوزی
الانم گوزی به بچه گوسفند میگیم گوزی. قز الجاریه، جاریه میدونی که به خانم گفته میشه. قز در ترکی به معنی دختر هست، اینجا گفته. و حالا اینجا داره این زبان رو آموزش میده. کتاب به نظرم کتاب بسیار جالبی هستش. بذارید ببینیم چند صفحه رو بریم پایین تر ببینیم که دیگه چی رو میتونیم ازش پیدا بکنیم که سواد من هم برسه. مسئله اینه که من، ببینید دوستان، هم از دنیا موندم هم از آخرتم. نه فارسی الان خوبیه، نه انگلیسی خوبیه، نه عربی خوبیه، نه ترکی خوبیه، نه آذربایجانی خوبیه. متاسفانه من هم دنیا و هم آخرتم رو اینجوری باد دادم. کاش که بتونم به خصوص این عربی و ترکی رو خوب یاد بگیرم و امیدوارم که بشه این اتفاق برام بیفته که برم در یه جایی این زبان عربی رو خوب یاد بگیرم، برای اینکه ما بدون زبان عربی نمیتونیم تاریخ و فرهنگ و فکر و فلسفه و علومی رو که پدران ما چیز کردن رو درک بکنیم، بفهمیم. عظمتش رو هم نمیتونیم بفهمیم. حالا دوستان اجازه بدید این کتاب رو من همینجوری دارم نشون میدم. مثلا اینجا القول فی مصادر التي لا تدخل فی الذکر، اینجا مثلا در مورد، میگه در مورد اموری صحبت بکنیم که داخل در مسائل قبلی نبوده. قول آخر فی ما ذکر فی الکتاب اولم یذکر، حالا در یه حرف جدیدی بزنیم که نمیدونیم در کتاب گفته شده یا گفته نشده. همینجوری خیلی این کتاب اینجا اون نقشه که اول کتاب بود اینجا آورده. اینجا صفحه 22 هست. من الان میبینم که اینجا صفحه 22 و 23 رو احتمالاً علامت زدن و این کتاب رو اینجا گذاشتن. جالبه. ارض الیمن اینجا هست، بلاد زیازیخ اینجا هست، ارض خراسان اینجا هست، ارض العراقین اینجا هست. عراقین دوستان ببینید دو تا عراق داریم، یکی عراقی که امروزه عراق خونده میشه و یکی عراقی که عراق عجم گفته میشد، برای همین عراقی میگن. ارض الحجاز اینجا ارض حجاز هست، ارجل فریوان چیچی و غیرها اینجا هستش. لا یسکن فیها خلق اینجا هم جاییه که مثلا قطب کسی اینجا زندگی نمیکنه. حالا این نقشه خیلی جالب هست دوستان، میشه این رو خوند. متاسفانه این خطم که وسط افتاده یه مقدار، اینجا من کلمه ترک رو اینجا میبینم، اینجا قبچاق رو میبینم، الغلیه. حالا اینجا یعنی فیا یماک اتوکن مسکن الحمل مسکن تاقای، اینجا داره دیگه یواش یواش اوناسون کثیر من ترک. اگه نگاه بکنید تقریبا میشه هر جای اینها ارض کلیم کوشان، اینجا یهودی ها زندگی میکردن و اینجا ماسین هستش، اینجا جایرگاه هستش، جافو هستش، بلد علویه الناسو کثیر من ترک اینجا هستش، بیشلق، جنبالق همون چون خانبالق الان فکر میکنم هستش، خانبالق و جنبالق نوشته، اینجا بیشلق هستش. یعنی اینجا رو میبینی که اینجا ترکن. گیتراز، اوکون، اینا باز اینجا ترک هستش، تراز. و خیلی حالا میشه این نقشه رو خیلی خوب دنیا رو ازش فهمید. من اینجا به نظرم میاد که هرچه به طرف مرکز کتاب میریم از اون آفتی که این کتاب در 1000 سال دیده دور مونده و خطش بسیار بهتر دیده میشه و قابل خواناتره. الترک تسمى مرگمون و هذه الطبقه تسمی بون. این میگه یه طبقه از انسان هاست که از ترک هاست که به بون خونده میشه، اسمشون بون هست. و کل طائم فی کلام فان القویه و من تلیهم جعلها دالا نحو قولهم بعد او الاخر. دیگه دوباره کتاب بسم الله الرحمن هذا الکتاب لاسماء من
من هم به باب صناع. حالا اینجا باب دوم کتاب، یعنی به کتاب دوم شروع میشه. به اب حرف تایید، به و اب حرف تاکید و مبالغه اذا وصف الشیء. این در عربی هستش، در ترکی هستش دیگه، داره ترکی. وصف الشیء بالحسن المبالغ، میگه اون وقتی که میخواید یه چیزی رو، مثلا الان هم میگیم دیگه لاپ ان اب، اونجا این حرف رو میگه وقتی بخواید یه چیزی رو زیباتر نشون بدید در سخن، این رو با این کلمه شروع میکنید. حالا این کتاب خیلی جالب هست. بذارید حالا من با اجازهتون اینو اینجا ببندم، برگردم برم این ترجمه جناب کاشغری، شیخ محمود کاشغری، دیوان لغات ترک رو که مرحوم دکتر حسین محمدزاده صدیق دوزجون رحمت نوشته، اون رو که در سال 1383 در تبریز چاپ کرده رو براتون ازش یک مقداری بخونم. دیوان لغات ترک، نویسنده شیخ محمود بن حسین کاشغری، مترجم دکتر حسین محمدزاده صدیق، ناشر اختر، تبریز، اول خیابان. حالا آدرس اینها رو ولش بکنیم. اینجا اومده صفحه بندی کرده و پیشگفتار مترجم از صفحه 15 تا صفحه 74 رو فقط پیشگفتار خود مترجم هست، یعنی جناب دوزجون، محمدزاده صدیق دوزجون. و حالا تا اون صفحه هم، یعنی تا اون صفحه 15 فکر می‌کنم که در رابطه با، حالا اینجا میشه البته کتاب رو، اجازه بدید من برم از این مقدمه هم حتی برم بیرون ببینم که آیا میشه مثلا اینجا همینجا رو شروع بکنیم یه مقدار ببینیم که چی هست. البته مثلا من الان چیزی اینجا میبینم، مثلا اینجا نگاه کنید، باید این کتاب رو باهاش آشنا شد برای اینکه این کتاب رو ببینیم چه شکلی نوشتن، چون زبان فارسی یا الفبای فارسی و عربی نمیتونه زبان ترکی رو در خودش نشون بده و این هم ضعف ما ترک هاست که هنوز، البته لاتین رو اینو درست کردن یه جوری که صداها رو میشه دیگه با لاتین نوشت، اما در حروف عربی نمیشه زبان ترکی رو نوشت. برای همین ایشون مثلا اومده در این کلمه هرچی هست مثل ف نوشته اما 3 تا نقطه داره، ژ هست غون. حالا اگه لاتینش رو بخونیم میشه آوجغون، آوجغون. مثلا نگاه کنید آوجغون یا آوجغون، احتمالا اینجا هم اینجا گذاشته، آوجغون، غون. پوست دباغی کنند، برگ درخت سلم که با آن پوست دباغی کنند. مثلا این اومده اینو لغت ها رو اینجوری برای ما گفته. اجازه بدید ببینیم که نوع دیگر از این باب با حرف اول و حرف دوم متحرک. باب افعلل، ارسلک، ارسالک، حیوان نر و ماده، حیوان دو جنسیتی. پس ببینید اگه یه حیوانی باشه که دو جنسیت داشته باشه، هم نر باشه هم ماده باشه، در زبان فارسی نمیدونم بهش چی میگن، اصلا میدونم اسمی داره یا نه، ولی در احتمالاً دو جنسیتی میگن دیگه. حالا ولی در فارسی، در ترکی ارسلک، ارسلک گفته میشه. جالبه این هم، بذارید ببینیم میتونیم ازش یه چند تا اوهای، اوهی، زغد. بسیاری از ترکان با که و اوغی گویند. میگه که اوهی اینجوری نوشته میشه، اوهی. میگه اوهی زغد. بسیار از اون را که و اوکی، یعنی اوکی گویند، اوغی گویند. یعنی دقت بکنید لهجه ها، اینجا لهجه ها رو میگه که ایشون این لهجه اصلی رو اوهی گرفته،
بعد گفته که بعضی ها اوکی میگن، بعضی ها اوکی میگن، بعضی ها اوغی میگن. نگاه کنید این رو. درستش هم همین است، زیرا در زبان ترکی حرف ه جایگاهی ندارد. میگه در زبان ترکی هی دو چشم، گفتم اینو در یه جلسه قبلی گفتم که در زبان فارسی و ترکی به خصوص فارسی چند تا حرف هستش که فارسا نمیتونن بگن. یکی هم همین هی دو چشم هستش یا هی وسط میاد، نمیدونم اینها رو نمیتونن بگن. میگه که این هی دو چشمی که وجود داره در زبان ترکی هم نیست. درسته ما هم نمیتونیم بگیم که مثلا هدایت رو اینجوری هدایت نمیگیم، میگیم هدایت. همین با هی حسن میگیم مثلا اینجوری. بذارید ببینم بخش دوم افعال محمود باب 2. اینجا به فارسی ترجمه شده است این کتاب. من فکر کردم این کتاب رو بذارید ببینم مقدمه، ظاهرا من فکر کردم مقدمه به ترکی باشه، گفتم که ردش بکنیم، ولی اینجا دارم میبینم که پیشگفتار از صفحه 23 شروع میشه. مترجم: نخستین نشر. افتخار نخستین نشر متن دیوان لغات ترک نصیب مرحوم احمد رفعت بن عبدالکریم معروف به معلم رفعت گردیده است که او آن را در سالهای 1333 تا 1335 هجری قمری در 3 جلد در دارالخلافه علیه استانبول مطبعه آمره به چاپ رسانید. این اثر در اصل در یک مجلد گردآوری شده است، ولی معلم رفعت به سلیقه خود آن را در 3 جلد به چاپ رسانید. خب دیگه حالا بعد برگردان آلمانی شد. میگه در سال 1928 استاد زبانهای سامی سابق در دانشگاه شهر برسلاو مرحوم کارل بروکمان در 7993 تکواژ از کتاب را استخراج کرد و در یک جلد در 252 صفحه به سیستم الفبایی و با ذکر ویژگی‌های املایی بسیاری از لغات انتشار داد. همین اثر در سال 1964 در مجلس مثل افست تکثیر گردید. حالا دیگه غربی ها اومدن این کتاب رو میخونن که بفهمن تاریخ ترک چیست، برای اینکه اگه بخواید شما ترک رو بشناسید باید فرهنگ و تاریخ پیشینه ترک رو بشناسید و این از طریق کتاب ممکنه. حالا دیگه اجازه بدید اینم اینجا ببندم، برای اینکه می‌خواستم یه مطلب دیگر رو هم براتون بگم. من اینها رو خودم هم بعداً میتونم حالا در هر فرصتی که داشتم اینو بخونم. لغات ترک یکی دیگه دوباره هستش اینجا که میشه این رو دانلود کرد. این دیوان لغات ترک بسیم آتالاری. بذارید ببینیم بسیم چجوری ترجمه کرده. حالا آقای محمد حسین صدیق، محمد حسین زاده صدیق کتاب رو به فارسی ترجمه کرده. حالا اجازه بدید ببینیم که این بسیم آتالای به چه زبانی اینو ترجمه کرده. Çoxlu bilginlər və tarixçi və ədəbiyyatçılar və sairələri Türk məmləkətlərindən bu kitabı Türk ölkə millətlərinə ləhcələri ilə bugünkü oxunuşa yazıblar. اینجا این دوستمون نوشته که بسیاری از کشورهای ترک این کتاب رو تاریخدانان، ادبیاتچی‌ها و سایر رشته‌های علوم اومدن این رو به لهجه اون مملکت الان دیگه ترجمه کردن. شما میتونید اونجا ببینید. حالا بذارید ببینیم که این آتالای چیکار کرده. از اسمش پیداست که به ترکمنستان رفت باید داشته باشه. با الفبای لاتین Türk Dil Kurumu yayınları 521. نهاد اگه به ترجمه بکنم این کروم رو بهتر میشه. میگه که نهاد نشریات یا چاپخونه نهاد زبان ترکی، دیوان لغات ترک ترجمه‌سی. حالا این رو اونجا خوندیم و متوجه شدیم که چی به چیه. به اجازه بدید لوان bu yüzden bir takım eserler yazılmış.
اینجا باید حالا بیایم اینجا از بالا یه جایی شروع بکنیم که بفهمیم her ne kadar gazanilerle Salçık oğul اجازه بدید اینو یه ذره بزرگش بکنم که بتونم Salçık oğulları Türkçe'ye büyük bir önem vermeyerek Farsçaya daha çok düşkünlük göstermişlerse de öbür Türkler ve Türk büyükleri ulusal dile değer vermişlerdir. Bu yüzden bir takım eserler yazılmış. Kutadoğu bilik. Kutadoğu bilik. این اثر به ترک است. دیوان لغات ترک. یه کتاب‌هایی رو میگه که بعضی حالا اگه اینجا میگه هرچند که غزنویler Salçık oğulları هم غزنوی ها هم سلجوقی ها به زبان ترکی اهمیت زیادی ندادن، به جاش به فارسی تمرکز کردن، اما بعضی از ترک ها اومدن و کتاب هایی رو بر زمین ترکی نوشتن. خب یکی از اونها کوتادوغو بیلیگ کتابه هستش، دیوان لغات ترک هستش، کتاب جواهر النحو فی لغات ترک هستش، الادراک للسان الاتراک هستش، حیلت اللسان و حلبت البیان هستش که در رابطه با ترکی هستن اینها، القوانین الکلیه این هم در رابطه با دوباره اون کتاب هاست، به لغت المشتاق به لغت المشتاقی فی لغت الترک و القبچاق. اسم کتاب اینه، لغت المشتاق به لغت المشتاق در لغت ترک و القبچاق. قبچاق هم یه بخشی از ترک هستش ولی احتمالا یه مقدار متفاوت باشه. حالا اینجا متاسفانه بسیار من بی بضاعت هستم در زبان ترکی، نمیدونم این وبال این که من نمیتونم، من و میلیون ها آدمی که مردن در آذربایجان و میلیون ها آدمی که الان زندگی میکنن در ایران ترک ها، این وبال اینها رو چطوری میخوان این فارسا و این دولتشون اینها جواب بدن؟ نمیدونم اگه قیامتی باشه این یقه اینها رو بگیریم و اگر در این دنیا بتونیم انتقام این قضیه رو از اینها بگیریم. مجلد اول الحمد ذی الفضل الجزیل اله فسره بالعربیه و ذکر ان اللغات الترک تدور على 18 حرفا. میگه که 28 حرفه، میگه لغات زبان ترکی دارای 28 حرفه. لا توجد فیها در زبان ترکی این حروف نیست: سه نقطه، ت دسته‌دار، دال دسته‌دار، صاد، ز بدون دسته اما مثل صاد، صابون با ز، ه حسن، ه دو چشم و عین. اینها در زبان ترکی نیست. میگه دقت بکنید در زبان فارسی هم نیستن اینها. البته اینها در زبان فارسی هم و اهداها الى ابوالقاسم عبدالله ابن محمد الملقب به امرالله المقتدی به امرالله، محمد ابن المقتدی به امرالله. برمیگرده به دوره عباسیان، فکر میکنم این مربوط میشه به دوره عباسیان، چون المقتدی به امرالله، المقتدا به امرالله این کشف الفنun divanının başından aldığı şu bir iki parçayı yeter görüp geçmiştir. حالا میگه که از اون کتاب فقط این رو نقل کرده و رد شده ازش، یعنی همین که از بالا من خوندم براتون عربی، میگه که کتاب کشف فنون زنون، احتمالاً کشف زنون
من اینجوری دارم میخونم. کشف الظنون میگه که فقط این قسمت رو نقل کرده و دیگه رد شده ازش. حالا اینجا خیلی جالبه، به کتاب‌های دیگر اشاره میکنه. کاتب چلبیدن daha evvel divani aynı denmekle tanınmış olan aynı taplı Bedreddin Mahmud Abdülcemali fi tarih ehl zaman. Abdülcemal ya Cemal fi tarih ehl zaman adlı eserinden birinci cildiden divandan bahs etmiştir. حالا میبینید که من در زبان ترکی واقعا خیلی ضعیفم. هی کتاب‌های دیگری رو اینجا معرفی میکنه در زبان ترکی. به نظرم خیلی جالبه دوستان. حالا اجازه بدید از این هم خارج بشیم، برای اینکه حالا میخواستم یک کتاب دیگری رو معرفی بکنم. این دوستمون آقای خیلی طولانی شده، فکر میکنم تا الان ما نزدیک 1 ساعت خورده صحبت کردم تا الان، در حالی که میخواستم خیلی کوتاه صحبت بکنم. اینجا این دوستمون خطاب به من این رو نوشته که استاد menden önce 6 cildli fehris nusakh xatti Türkçe 17.000 Türkçe el yazma kitapların fehristini yığıp ve çap edibler. اینجا داره اطلاعات جدید این دوستمون آقای محمد جندهی جبهدار داره حرف جدیدی رو به من یاد میده. بسیار متشکرم. میگه که قبل از من یه آدم هایی اومدن 6 جلد کتاب، یک کتاب 6 جلدی با نام فهرست نسخ خطی ترکی، اسم کتاب اینه، فهرست نسخ خطی ترکی، در 6 جلد نوشتن. در این 6 جلد درباره 17,000 جلد کتاب ترکی دستنویس جمع شده از کتابخانه های دنیا. ببینید در زبان ترکی فقط یک کتاب در ایران الان این çap şöyle zahiren دیگه. Ancak onlar bence bu büyük işte 100'den 1 edibler. حالا این دوستمون که داره این کتابخونه رو اینجا گذاشته و ما داریم ازش اینها رو نقل میکنیم که برای من نوشته، میگه که اون 17,000 جلدی که در این 6 جلد کتاب، اون 17,000 کتاب ترکی که دست خطیه و چاپی نیست که در این کتاب 6 جلدی فهرست نسخ خطی اومده، به نظر این نویسنده، این عالم بزرگ ترک، میگه 1/100 هستش. Ancak onlar bence bu büyük işte 100'den 1'dir. 1/100 اون کتاب‌های ترکی هستش. حالا شما در زبان فارسی 100 سال قبل 100 سال قبل شما در زبان فارسی 1000 تا کتاب بیارید رو میز. در اینجا آذربایجان جنابلاره خودشون از 12,000 جلد کتاب ترکی خطی دارن صحبت میکنن که 4,000 تاشو تا الان گذاشته توی این الیازمالار، این کانالشون 4,000 جلد رو آپلود کرده تا الان. بقیه رو هم، یعنی اون 7,000 جلد رو هم میخواد، 8,000 جلد رو هم میخواد آپلود بکنه. خب حالا اینم داستانی داره که برام نوشته، من میخونم یه روزی براتون. حالا ایشون اومده میگه آقا یه نویسنده هایی اومدن یه کتابی نوشتن، اسمش هم گذاشتن فهرست نسخ خطی ترکی و این کتاب در 6 جلد چاپ شده و در این کتاب اسم و مشخصات 17,000 کتاب خطی قدیمی به زبان ترکی اومده. حالا شما بگی که آقا زبان فارسی در مقابل این 17,000 کتاب که ایشون میگه، دوباره ایشون به عنوان یه محقق میگه آقا فقط 1/100 کتاب‌های ترکی رو تونستن در این 6 جلد بذارن.
یک صدمش چقدر میشه آقا؟ اگر 17,000 یک صدم باشه باید 1,700,000 جلد کتاب وجود داشته باشه. اگه برای اینکه بعداً به من ایراد نگیرم من میتونم اینو بزنم ماشین حساب. 17,000 جلد کتاب ضرب در 100 بکنیم میشه 1,700,000. درسته. یعنی ایشون معتقدن که در زبان ترکی 1,700,000 جلد کتاب خطی دست نوشته وجود داره. چرا؟ به نظر من به عقل انسان جا میگیره. برای اینکه آقا ما 1000 سال حاکمیت داشتیم در تمامی ممالک اسلامی، حتی بالاتر از ممالک اسلامی. در اروپای مسیحی هم ما ترک ها حکومت داشتیم. هر کسی در اروپای مسیحی میخواست با ما رابطه تجاری، سیاسی، اقتصادی داشته باشه یا جنگ بکنه یا صلح بکنه، باید زبان ما رو یاد میگرفت، باید فرهنگ ما رو یاد میگرفت، باید این یاد میگرفت، یه چیزایی مینوشتن. متوجه میشید عظمت قضیه چیه؟ حالا زبان فارسی که هیچ حاکمیتی در 1400 سال گذشته نداشته، مدعیه که بزرگترین ادبیات نمیدونم چیه. حالا اونم اگه ترک‌ها، ببین ما اینجا پدرانمون رو اونقدر مقصر میدونیم، میگیم آقا چرا از زبان فارسی ما یک زبان ترکی. آقا زبان ترکی 17,000 جلدش فقط در اینجا نوشته شده، 12,000 تاش اینجاست، احتمالاً با هم تداخل داشته باشن، حالا اینو من کاری ندارم. اگر 1/100 باشه، حتی 50% باشه، آقا ما حداقل مثلا یه نزدیک 40,000 جلد، حداقل نزدیک 40,000 جلد کتاب دست نوشته تاریخ داریم در تاریخ. ولی اینو نمیدونیم و فکر میکنیم پدران ما فقط روی زبان ترکی فارسی کار کردن، در روی زبان ترکی کار نکردن. این یک جهله. اینو میگم جهل. و من دارم هر روز که با این دوستمون دارم صحبت میکنم و شاگردیشون رو میکنم، یاد میگیرم ازشون، تازه دارم متوجه میشم آقا ما اصلا پدرانمون رو بیخود چیز کردیم، محکوم کردیم. ما بر اثر تبلیغات پانفارسا و جهلی که در ذهن ما ایجاد کردن و ما رو در دنیای جاهل نگه داشتن، فکر می‌کردیم پدران ما هیچ کاری برای زبان ترکی نکردن. خب پدران ما امپراتور جهان بزرگی بودن که درش ارمنی بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، زرتشتی بوده، نمیدونم مانوی بوده، هندی بوده، انواع مذهب‌ها، انواع زبان‌های مختلف بوده، همه اینها بوده. و اینها یکی از زبان‌هایی هم که اینها در بالای سرشون بودن حکم میراندن فارسی بوده. خب همونطور که به زبان هندی خدمت کردن، به زبان احتمالاً به زبان مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، مانوی ها، نمیدونم کنفوسیوس و اینها هم خدمت کرده باشن، احتمالاً به زبان فارسی هم خدمت کردن. خب وظیفه یک امپراتور همینه. یک امپراتور منصف باید همین کارو بکنه به نظر من. یعنی چون به ما رو در جهل نگه داشته، آقا انگار که ما یه ماهی هستیم در ایران و در جهان ترک حتی، چون ما الان تحت اشغالیم. این واقعیت رو بپذیریم. ترک ها در 100 سال گذشته از جنگ جهانی اول تا امروز ما تحت اشغال هستیم و مغزمون بیش از وطنمون اشغال شده. ممکنه که ما در روسیه چند تا اتحاد جماهیر سابق و تزار قبلی چند تا مناطق ترک‌نشین داشتیم و داریم. الان هم تعدادی از اینها مستقل شدند، اما از نظر مغزی تحت اشغال اونها قرار داریم. ما مثل یک ماهی هستیم که اشغالگران ما رو داخل یه تنگ گذاشتن که آبش هم مال اشغالگرانه و ما فقط اینو تنفس میکنیم، اینو داریم، هی این ماهی اینو فقط و از اون اقیانوس بزرگ بیرون که پدران ما برای ما به ارث گذاشتن داخل تنگ هستیم، خبر نداریم که بیرون این تنگ یه اقیانوسی هستش که ما رو از اونجا در آوردن و محبوس کردن در اینجا. اتفاقا من هر چقدر با این دوستان آشنا میشم میبینم پدران ما چقدر انسانهای شریف و بزرگی بودند، هم حاکمان بزرگی بودند، هم امپراتوران بزرگی بودند، هم فرمانروایان بزرگی بودند، هم جهانگشایان بزرگی بودند، جنگاوران بزرگی بودند، هم طرفداران علم و ادبیات بودند.
حالا یه مقطعی در تاریخ داریم زندگی میکنیم که متاسفانه اسیر دشمنان هستیم و دشمنان به ما میگن که پدرانشون ما هیچ کاری برای شما نکردن و ما باور کردیم و من نمیدونستم که اینو باور بکنید تا دیشب من نمیدونستم که پدران ما 17,000 جلد کتاب نوشتن، 1/100 کتاب هاییه که تا الان کشف شده یا به روی تونستن اینا فهرست بندی بکنن. حالا دقت بکنید که مثلا در این کشورهای ترک هر کدوم یک نهادی بسازن، بگن آقا برید تو دنیا کتاب‌هایی که به زبان‌های ترکی هستش رو PDF بکنید بیارید و پول بذارن، سرمایه بذارن. چیزی که فارسا در این 100 سال اخیر انجام دادن، میلیاردها دلار، یعنی صدها بلکه هزاران میلیارد تومان رو خرج زبان فارسی کردن. حالا عین همین مبلغی که فارسی اینجا گذاشتن ما برای جهان بذاریم این کتاب‌ها رو فقط جمع بکنیم. Onlar bu fehristi yığmaqla Türkçe kitapların adreslerini veriblər. میگه اونها این کتاب 6 جلدی رو که کردن آدرس کتاب‌ها رو دادن که çok değerli ve önemlidir. که خیلی با اهمیته. خیلی با اهمیته. و هر Türk de bu 6 cildi kitabı almalıdır. Üzr istəyirəm, məzərət məxwam. و هر Türk de bu 6 cildli kitabı her Türk'de bu 6 cildi kitabı olmalıdır. هر ترکی باید این 6 جلد کتاب رو داشته باشه. حالا ببینید عکس کتاب رو میذارم اینجا براتون، فهرست دستنویس کتاب‌های ترکی در کتابخانه‌های جهان. انتشارات منصور سمیر، بالا آرمش، زیرش این کتاب جلدش اینا نوشته. جلد دوم تعداد الحقوق، دیوان علیشیر نوایی به اهتمام دکتر یوسف بی باباپور با همکاری و حمایت دکتر جلال شکوهی. ببینید یک کتاب رو یه نفر همت گذاشته، اهتمام، همت یعنی تلاش، çalışmak. یه نفر به نام دکتر یوسف بی باباپور، یوسف بی باباپور. حالا این که در ترکی قدیم نوشته میشد، الان دیگه نوشته نمیشه، بی میگیم، بک نمیگیم. ولی در فارسی و لهجه های فارسی بیک هنوز سر جاشه، میگن بیک. فکر میکنم در ترکمن‌صحرا هم بیک میگن، فکر میکنم، مطمئن نیستم. ولی این یوسف بی باباپور، اسمش یوسف بی باباپور، این اومده تحصیل کرده، رفته دکتر شده، پزشک شده و بعد اومده روی کتاب‌های ترکی به عشق نگاه کنید دوستان. این رفته پزشک دیگه، هر جا رفته کار کرده، پول در آورده، رفته این کتابخونه اون کتابخونه، کتاب‌های ترکی رو جمع کرده، شده 17,000 کتاب دستنوشت ترکی رو در این کتاب جمع کرده. اما این کتاب با حمایت و همکاری چه کسانی چاپ شده؟ دکتر جلال شکوهی، 2 نفر. حالا اسم اولی رو نمیدونم، احتمالاً اینجا 2 تا اسم نوشته، باید 2 نفر باشن. این کتاب رو اجازه بدید ببینم، حالا اگه بشه من این کتاب رو هم یه روزی براتون معرفی میکنم. 6 cildili bu kitapta 17.000 Türkçe el yazmaların adresleri gelir. شما میرید مشخصات این 17,000 کتاب ترکی خطی چاپ نشده محبوس در زندان‌های کتابخونه‌ها که ما باید ازشون تشکر بکنیم که اجازه ندادن در ایران از بین بره، این کتاب‌ها رو در کتابخانه‌های دنیا نگه داشتن. دستشون درد نکنه، خدا خیرشون بده که اینها رو نگه داشتن و الا افرادی مثل اون طبیب فلان حکیم نمنی چی می اومدن اینها رو هم از بین می‌بردن. البته bu eser İran'da yaranıp, این eser در ایران به وجود اومده. Ayrı Türk memleketlerinde yok bundan çok sayılı fehristler yazılıp. میگه که این فقط در ایران این چاپ شده، این 6 جلدی، در حالی که در کشورهای دیگر کتاب‌های بیشتری رو معرفی کردن، از این 17,000 تا بیشتر. دکتر حسین متقی، اینجا گفتیم که دکتر اسمش چی بود؟ دکتر یوسف بی. حالا اینو تموم شد. حالا یه فرد دیگری رو معرفی میکنن، دکتر حسین متقی الیازما فهرست یازاره. یه کتابی به این عنوان چاپ شده.
دکتر حسین متقی الیازما فهرست yazarı. یک کتابی با این عنوان çap شده احتمالاً. Böyük bir işle özü buyuran onlardan bir Türkçe el yazmaların yalnız Ayetullah Mer'eşi kitabxanasından Qum Fehrist'in yığıb və bir cildili kitab çap edibdir. Mən bu kitabın failin kanalda koymuşam. میگه این کتابی که اسمش رو گفتم حسین متقی الیازما فهرست yazarı. ایشون رفته از کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی در قم فهرست کتاب‌هایی رو جمع کرده و در یک جلد چاپ کرده. فقط این از یک کتابخونه هست. حالا ایشون فایل پی دی اف این کتاب رو در همین کانال گذاشته. Ustad Hidayət Əziz, Türkçe el yazmalar fehristi məncə hər kitabxanada azı bir cildili fehrist olar. Bunları kim və nə zaman üzərə çıxaracaq? از من یه سوال پرسیده که هدایت عزیز، کتاب‌هایی که دست نویسن فهرستی از این کتاب‌ها در هر کتابخونه‌ای وجود داره. یعنی شما هر کتابخونه، حالا من اینو نمیدونستم قطعا، اینجا تورنتو مثلا من برم آقا شما کتاب‌های دستی مانوسکریپت، آیا از کتاب‌های مانوسکریپت اینجا یه لیستی فهرستی دارید و بعد اونو بخونم و کتاب‌های ترکی رو ازش پیدا بکنم و در بیارم و معرفی بکنم مثلا؟ چرا که نه. حالا ایشون از من سوال پرسیده که در هر کتابخونه‌ای از فهرست کتاب‌های خطی قدیمی یه لیستی داره، یه کتابی رو چاپ کرده خودش. چه کسی باید بره از این کتابخانه‌ها اینها رو بگیره و بخونه و اینها رو استخراج بکنه به زبان ترکی رو برای دنیای ترک نشون بده؟ حالا دوباره یه کتاب دیگری رو فرستادن از همون که عرض کردیم، فهرست نسخه های خطی. اسم کتاب اینه: فهرست نسخه های خطی ترکی، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی رحمه الله، جنزینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم ایران، جلد اول. این جلد دومش مثل این که نیومده دیگه. نگارش حسین متقی 1381 به سرپرستی سید محمود مرعشی نجفی، پسر آیت الله مرعشی نجفی. این رو همکاری کردن، کمک کردن که این کتاب‌ها رو کتاب‌های خطی ترکی فقط کتابخانه آیت الله مرعشی رو در یک جلد چاپ کردن. جلد دومش و سومش احتمالاً باید بیاد. فهرست نسخ خطی ترکی کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، birinci جلد، دکتر حسین متقی، در 85 صفحه هست. یک کتابی چاپ شده 85 صفحه فقط در رابطه با کتاب‌های ترکی خطی در کتابخانه آیت الله مرعشی. ایشون اومدن لطف کردن این رو هم دوباره پی دی اف همین کتاب رو هم برای من فرستادن، تو کانالشون هم هست. من این رو هم الان دوستانی که دارم ببینن این رو هم دارم دانلود میکنم که ببینید دوستان. ببینید اینجا هم به انگلیسی هم به ترکی، یعنی دو جلد سمت راست و جلد پایانی، جلد شروع و جلد پایانی کتاب رو اینجوری حالا در اینجا دارید میبینید. در انگلیسیش که آخر کتاب هست، یعنی پشت کتاب هست، کاتالوگ. این کاتالوگ البته فکر کنم به فارسی به فرانسه نوشته شده. of the Turkish manuscripts in the great library of Ayatollah al-Uzma Marashi Najafi in Qom volume 1. این هم که دیگه چیزشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نسخه های خطی رو اینجا معرفی کردن دوباره و اینجا مقدمه هست اگر اشتباه نکنم. ننوشته مقدمه، احتمالا متن کتاب رو شروع کرده. نه این سید مرعشی خودش نوشته. مرعشی یعنی پسر آیت الله مرعشی اومدن یه مقدمه برای این کتاب نوشتن. کتابخانه بزرگ، بسم الله الرحمن الرحیم، کتابخانه بزرگ و گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی که به نام مرجع فقید و بزرگ فرهنگبان میراث اسلامی حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی نامبردار است. در حال حاضر به لحاظ نسخه های خطی کهن اسلامی نخستین کتابخانه کشور و سومین کتابخانه جهان اسلام به شمار می آید. نگاه بکنید این هم خیلی مهمه.
کتابخانه آیت الله مرعشی سومین کتابخانه جهان اسلام از نظر داشتن تعداد کتاب‌های خطیه. این مجموعه بی‌بدیل که در حال حاضر افزون بر 65,000 عنوان نسخه خطی نفیس در بر دارد، به احتمال آن عالم برجسته با مشقت‌های بسیار از جمله حذف یک وعده غذای روزانه و انجام نماز و روزه استیجاری در ایام جواری در نجف اشرم فراهم آمد و پس از اقامت در شهر قم تا آخرین روزهای زندگی خود به جمع آوری نسخه های خطی که پیوسته از سوی سوداگران به خارج از کشور میرفت همت میگماشت. امروزه این کتابخانه عظیم از جایگاه رفیعی در مراکز علمی و پژوهشی جهان برخوردار است و این جانب که همه ساله در مسافرت‌هایی که به منظور شرکت در همایش‌های مختلف برگزار میشه و شرکت میکنم از نزدیک شاهدم که احترام خاصی به آن عالم فرزانه قائلند. حالا دیگه اینجا رو ازش پارانتز بگیریم و بریم بیرون ببینیم که اینجا چی گفته. در مقدمه دومی که فکر میکنم همین دکتر خودش نوشته باشه، حسین متقی نوشته، ببینیم ایشون چی نوشته. اگه من بتونم اینو به سرعت بخونم خیلی خوب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به حول و قوه الهی فهرست نگاری نخستین جلد فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی قدس سره به اتمام رسید و اینک به جامعه پژوهشگران نسخ خطی اسلامی تقدیم می‌گردد. این مجموعه که در آن بیش از 200 کتاب و رساله به نحو الفبایی فهرست شده، شامل نسخه های ترکی معرفی شده در مجلدات 30 گانه فهرست نسخه های خطی همین کتابخانه است. پس این کتابخانه 30 تا مجلد جلد کتاب داره که کتاب های خطی رو معرفی کرده. ایشون از اینجا 200 کتاب رو، کتاب ترکی خطی رو بیرون آورده و در این 84 صفحه یا 80 صفحه معرفی کرده. من دیگه بقیه اینها رو نمیخونم، ولی اجازه بدید یه چیزی گفتنی هست در این اثر. علاوه بر ترکی عثمانی، آثاری نیز با لهجه های آذری، جغتایی و ازبکی معرفی شده که مورد توجه محققان و پژوهشگران حوزه آسیای مرکزی و قفقاز خواهد بود. ببینید اینجا درسته که این دکتر کار بسیار بزرگی رو انجام داده و من به شخصه ازش متشکرم و امیدوارم خداوند جل و جلاله ایشون رو در دنیا و آخرت خیر بده. کار بسیار بزرگی کردن، ولی اینجا هم ذهن نویسنده جهان ترک رو از هم جدا میکنه. میگه ترکی عثمانی، ترکی آذری، ترکی جغتای، ترکی ازبکی و این، یعنی در اون زمان ترک ها رو از هم جدا کرده بودن و میگفتن شما ترک نیستید، شما چینی هستی، شما ایرانی هستی، شما روس هستی، شما عثمانی، از این حرفا. و ما رو تیکه تیکه کرده بودن تا نتونیم به این عظمت بزرگی که پدران ما برای ما میراث گذاشتن به یه اشتراک برسیم. و متاسفانه زبانهای ما رو هم از بین بردن. در این اثر از روش فهرست‌نگاری نوین که در مجلدات بیشتر هست 29 استفاده شده بهره جسته شده است. آوانگاری از این حرفا هم در اینجا میاد. حالا اجازه بدید فقط من از اینجا احکام، مؤلف ناشناخته، احکام رمل که اسم کتابه به خط نوشته، رمل همین جادو جنبل احتمالاً باشه، نمیدونم. مؤلف ناشناخته، موضوع علوم غریبه، زبان ترکی عثمانی. من این کتابو حتما باید بخونم ببینم رمل چی هست. حالا یک توضیحی در مورد این کتاب میده. Bu اشکال زمیرین بلدرر زناتی گلونجه زمیر لحیان رمال چکدیکته. حالا من اینو bu اشکال زمیرین بلدرر زناتی گلونجه زمیر لحیان مساوی رمال. حالا این یک کتاب دوم احکام علم الرمل، اینم کتاب دوم هستش. موضوع ناشناخته، مؤلف ناشناخته، موضوع علوم غریبه، زبان ترکی عثمانی. دوباره اینجا در رابطه با این کتاب مشخصاتش، موضوعش، نوع خطش، قطع کتاب، تاریخش. مثلا میگه این کتاب در سال 1060 نوشته شده، یعنی حدود 500 سال پیش نوشته شده، 480 سال پیش مثلا این کتاب نوشته شده. خب دقت بکنید، بذارید ببینم کتاب بالایی در چه زمانی نوشته شده بود. اون کتاب رو سده 13 هجری قمری
19 میلادی، حدود 200 سال پیش نوشته شده این کتاب قبلی. احوال 12 امام، احوالی 12 امام، البلسی اسمش هم اینه، مؤلف ناشناخته، تصوف زبان عثمانی. دوباره این کتاب در چه سالی نوشته شده؟ دوباره اواخر سده 13 هجری یا 19 میلادی نوشته شده این کتاب. حالا دیگه خیلی طولانی شد برنامه امروز، بسیار عذر میخوام، برای اینکه خیلی جالب بود، به نظرم باید اینها رو بدونیم. بذارید ببینم اینجا یه چیزی نوشته. فهرست نسخه های خطی ترکی در کتابخانه های جهان کتاب جدیدی است که انتشارات منشور سمیر به تازگی منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب درباره نسخه های خطی به زبان های مختلف ترکی از جمله آذری، عثمانی و است، ولی در کتاب مذکور که مجموعه 6 جلدی است 17000 نسخه خطی در کتابخانه های جهان معرفی شده. اینو بالا گفتیم چی هست. تمام، پس این رو هم گفتیم. حالا اینی که اخیرا من ندیدم اینه که inanıram ki sizin değerli ve geniş bakış ve güçlü danışınızla özelce mühendisiye cehl ad verdiğiniz siyasetle büyük bir uyanış, büyükler içinde alimler, ustadlar ve bu işize ve yazarlar, şairler, mesullar, öğretmenler ve öğrenciler ve olacak. Bu işize göre bilin bizim böyük millətimiz sizə güvənəcək. Tanrıdan sizə can sağlığı diləyirəm. Siz kimi igidlər bizi gələcəkdə işıqlığa yetirər. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm cənab Azərbaş. بسیار از جناب آذرباش متشکرم که این تعریف و تمجید رو از درباره من کرده، تشویقم داره میکنه که این کار رو ادامه بدم. من هم قول میدم که تا اونجایی که بتونم این کار رو انجام خواهد داد. امروز در مورد چند تا کتاب صحبت کردیم، خیلی طولانی شد، ببخشید. من تلاش میکنم از سری بعد دیگه بیش از نیم ساعت صحبت نکنم که کوتاه بشه، دوستان بتونن استفاده بکنن. روزتون بخیر، خدا نگهدار.